7 راز فن بیانی که از نویسنده‌های معتبر مثل کریس اندرسون و مایک اکر یاد گرفتم و قراره بهتون تو این ویدیو آموزش بدم که دیگه نیازی نباشه دوره‌های چند صد میلیونی و چند ده میلیونی تهیه کنید تا اونها رو یاد بگیرید. سلام، من مهزیار شریفم، بنیانگذار مرحله 1 و قراره تو این ویدیو 7 راز فن بیان بهتون یاد بدم که زندگی شما رو به قبل و بعد از این ویدیو تقسیم میکنه. اما اولین راز فن بیان چیه؟ باورهای محدود کننده. ما به عنوان سخنران همیشه استرس اینو داریم که توپق بزنیم، سوتی بدیم و یا حرفامون یادمون بره و این به ما یه استرس منفی وارد میکنه. اما راه حلش چیه؟ تغییر دیدگاه‌ها و باور شما نسبت به سخنرانی. با خودتون بگید برای چی اومدید این سخنرانی رو انجام بدید. اومدید که با عشق و علاقه یه پیام مهم رو به مخاطب هدفتون برسونید. در نهایت توی یه سخنرانی پیام شما مهمه، نه اینکه چقدر شیوا و بدون غلط اجرا کردید. پس راه حل اصلی اینه که دیدگاه خودتون رو از اجرا به خلق ارزش و ارائه خدمت تغییر بدید و اینطوری اون استرس منفی رو تبدیل به یه هیجان مثبت میکنید. دومین راز فن بیان مؤثر اینه: یک ایده عالی بهتر از 10 تا ایده خوبه. اینو من از کریس اندرسون یاد گرفتم، یکی از سخنرانان تد تاک. ایشون میگه فرض کنید سخنرانی مثل یک جعبه ابزار پر از وسایل کاربردی و شما قراره توی مدت محدود یه عالمه وسیله رو به مخاطب معرفی کنید و این بدترین کاریه که میتونید بکنید. چرا؟ چون شما زمان کافی ندارید که تمام ابزارها رو با تمام جزئیات به مخاطب برسونید و این اتفاق فقط باعث میشه که بمباران اطلاعاتی رخ بده و مخاطب گیج بشه و در نهایت هیچی از سخنرانی شما یادش نمونه. راه حل چیه؟ اینکه شما یکی از این ابزارهای مهم جعبه ابزار رو انتخاب کنید و توی اون مدت زمان فقط همون رو دربارش صحبت کنید. اینطوری سر مخاطب رو به درد نمیارید و در عین حال همون نکته مهم رو به خوبی دربارش توضیح دادید و باعث شده در ذهن مخاطب موندگار بشه. و یکی از کارهایی که میتونید بکنید اینه که قبل از سخنرانی با خودتون مشخص کنید که چه نکات مهمی رو قراره بگید و چه نکات اضافه‌ای رو قراره حذف کنید تا بتونید بهترین سخنرانی رو اجرا کنید. و در ضمن این رو هم یادتون باشه که بهتر نکاتی که انتخاب میکنید تا به مخاطب بگید به هم ارتباط معنایی داشته باشه. سومین راز فن بیان داستان هاست. چرا؟ چون داستان ها میفروشند. Or stories sell. راز اثرگذاری و به یاد موندن یک سخنرانی خوب توی داستان‌ها و درگیر کردن احساسات مخاطبه. شما اگه قرار باشه یک درس خیلی مهمی رو به مخاطب خودتون بدید، بهتر از داستان‌ها استفاده کنید تا یادشون بمونه و بعد از پایان سخنرانی تا مدت‌ها در ذهنشون باقی بمونه. اما چطوری باید این کار رو انجام بدید؟ برای مثال، به جای اینکه خیلی خشک و کلیشه‌ای بیاید بگید برای موفقیت لازم سخت‌کوش باشی، بیاید از یه داستان استفاده کنید. سال 1400 من مرحله 1 رو شروع کردم و ایجادش کردم. اما توی این 4 سال اتفاقات خیلی باحالی افتاد و خیلی هم دردناک بود اتفاقا. چرا که من بارها این بیزینس رو کنار گذاشتم، بارها شروعش کردم، دوباره شکست خوردم، خیلی از جاها حتی ویدیوهام ویو نمی گرفت و مجبور می شدم از روش‌های استفاده کنم که اصلا هیچ اطلاعی دربارش نداشتم. اما یه چیزی رو به خوبی یاد گرفتم که مثل توپ شیطونک باشم. یعنی اگر هر مشکلی، هر دیوار سختی، هر مانعی جلومه و بهش برخورد میکنم، نشکنم، بلکه برگردم به مسیر اصلی. و راز اصلی موفقیت در بیزینس هم همینه: انعطاف. اما یه مثال خیلی ساده و بدیهی و فی‌البداهه بود و من مطمئنم شما به راحتی میتونید داستانهای بهتر از من رو تعریف کنید. پس یادتون باشه داستان‌ها میفروشن. راز چهارم فن بیان در سخنرانی اینه: مطالب رو حفظ نکنید. خیلی از اساتید سخنرانی به اشتباه اصرار دارن که شما باید مطالب سخنرانیتون رو حفظ کنید و این بدترین کاریه که میتونید انجام بدید. چرا که تسلط بر کلمات مهم نیست، تسلط بر محتوا مهمه. یعنی باید بدونید که اون نکاتی که قراره بگید، اون مطلبی که قراره ارائه بدید، چه ارتباطی بین بخش‌های قبل و بعد از سخنرانی شما داره و بدونید که قراره بعد از اینکه این مطلب رو گفتید چه نکته مهمی رو بهش اشاره کنید. تقدم و تأخر مطالبتون رو به یاد داشته باشید.
یعنی بدونید دقیقاً قراره چه مفهومی رو بگید، بعدش قراره چی بیاد و بعد از اون قراره چی رو بگید. پنجمین راز فن بیان اینه: مقدمه چینی نکنید. من مطمئنم خیلی از نماینده ها و سخنرانان رو دیدید که وقتی میرن پشت میکروفون شروع میکنن نیم ساعت چاق سلامتی کردن و یا 1 ساعت فقط دکلمه میگن یا یک شعر خیلی بلند و طولانی از حافظ و مولانا رو میخونن. میدونید چه اتفاقی میفته؟ مخاطب میره با گوشیش بازی میکنه و اصلا توجهی به حرفهای شما نخواهد کرد و حقم داره، چون شما مطلب جالبی رو ارائه ندادید از وقتی که اومدید پشت میکروفون. اما میخوام یه راه حل خیلی خفن بهتون بگم. دقیقاً مثل درست کردن ویدیوهای یوتیوب و ریلز و اینستاگرامه. اگه مفهوم قلاب رو به خوبی یاد داشته باشید اینجا به کارتون میاد. یعنی قراره از زمانی که شروع میکنید به صحبت توی اون چند ثانیه چند دقیقه اول کاری کنید که مخاطب کنجکاو بشه و توجهش رو به شما معطوف کنه. چطوری؟ با 3 تا حرکت خیلی ساده. یک نکته جالب بگید، یک آمار تکان دهنده بگید و یا یک سوال مطرح کنید. فقط کافیه یک از این 3 تا کار رو انجام بدید. به طور مثال میدونستید همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم یک نفر به خاطر بلد نبودن این رازهای فن بیان داره شغل رویاییشو از دست میده و شاید فکر کنید این مطالب کاملا به درد نخوره. اما نکته جالب اینجاست که اکثر کسانی که این مطالب رو رعایت میکنن تونستن شغلهایی رو بگیرن که فراتر از تصورشون بوده. اما چطوری؟ اگه دقت کنید من با همین چند جمله و همین چند تا نکته و آمار و سوال تونستم توجه شما رو جلب کنم. پس شما به عنوان یک ارائه دهنده، به عنوان یک سخنران باید بتونید در اول سخنرانیتون با یه نکته جالب، یه سوال یا یه آمار تکان دهنده توجه مخاطب رو به خودتون جلب کنید. راز ششم فن بیان تکنیک ولی هست. جمله یا نکته‌ای که میخواید اثرش رو کمتر کنید بذارید قبلش و جمله یا نکته‌ای که میخواید اثرش چند برابر بشه بذارید بعدش. فرض کنید من فروشنده یه محصولم و محصول من علاوه بر اینکه خیلی نکات مثبتی داره اما یه کوچولو گرونه. مثلا قیمتش رو بگیریم 5 میلیون تومان. من برای اینکه تاثیرگذاری بیشتری روی حرفم ایجاد کنم میام اینطوری بیان میکنم جمله رو. این محصول 5 میلیونه ولی کاملا باعث میشه که سیستم ساماندهی شما به روز باشه. من اینجا اومدم با استفاده از کلمه ولی اثر اون 5 میلیون رو کم کردم و اثر نکات مثبت رو بردم بالا. برای مثال دوم فرض کنید من یه مربی ورزشی ام. اجرای این برنامه 30 روز طول میکشه ولی بعد از 30 روز نه تنها 5 کیلو کم کردی بلکه خودت به راحتی میتونی تغییراتت تو آینه ببینی. ولی اگر برعکس اینو بگیم چه اتفاقی میفته؟ تغییراتت تو آینه راحت میتونی ببینی ولی 30 روز طول میکشه. اینجا مخاطب با خودش میگه اوه 30 روز؟ کی حوصله داره تا 30 روز صبر کنه؟ پس یادتون باشه هر جمله‌ای که میخواید بگید اگر دارید از کلمه ولی استفاده میکنید اون نقطه ضعف رو بیارید قبلش و نقطه قوت رو ببرید بعدش. اینطوری اثر نقطه ضعف رو کاهش میدید و اثر نقطه قوت رو افزایش. و اما آخرین راز فن بیان مکس های استراتژیکه. خیلی ها قدرت سکوت و مکس رو نادیده میگیرن ولی این مکس های استراتژیک قدرت کلام شما رو چند برابر میکنه. اما میدونید دلیلش چیه؟ ما به خاطر استرس داشتن و اون ترس از مخاطب سعی میکنیم خیلی زود حرفامون رو بزنیم و تموم بشه تا بتونیم بریم پی کار و زندگیمون. چرا؟ چون میترسیم از ریاکشن مخاطب و این اتفاق باعث میشه که مخاطب اصلا فرصت نکنه حرفها و کلمات ما رو هضم کنه و یادش بمونه. پس بهترین کار اینه که خیلی از اوقات از مکس های استراتژیک استفاده کنید. درست بعد از اینکه یک آمار جالب رو میگید مکس کنید و بذارید مخاطب اون رو درک کنه. تحقیقات نشون داده که عامل خوشبختی پول نیست بلکه کیفیت روابط ما با دیگرانه. مثال 2، برای اجرای یک سخنرانی عالی تکنیک ها مهم نیستن بلکه تسلط بر محتوا مهمه. پس یادتون باشه بین جملات مهم هر از چندگاهی مکس های استراتژیک به کار ببرید تا مخاطب رو میخکوب کنید به حرفاتون. اگه تا اینجای ویدیو اومدی و این 7 راز فن بیان رو یاد گرفتی به احتمال خیلی زیاد از این ویدیوی بعدی قرار لذت ببری،
چون قرار داخل اون ویدیو بهت تکنیک هایی رو بگم که به راحتی میتونی از زیر زبون بقیه حرف بکشی. اینجا ویدیو رو میذارم، حتما نگاه کن و نظرتو بهم بگو. راستی من توی مرحله 1 قرار هر مهارتی که لازمه بهتون یاد بدم تا به یه فرد موفق در زمینه کسب و کار تبدیل بشید. پس دکمه سابسکرایب رو حتما فشار بده تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. تا ویدیوی دیگه، بدرود.